امروز قراره توی این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری در ساده ترین حالت ممکن این موشن گرافیک های خفن و جذاب رو بسازیم و ازشون استفاده کنیم. بدون هیچ مقدمه اضافه‌ای بریم سراغ آموزشون. خب اولین کاری که انجام میدیم اینه که یک کامپوزیشن میسازیم. یه سالید مشکی میسازیم. بعد میایم شیپمون رو از این نوار انتخاب میکنیم، فیلش رو سفید قرار میدیم و استروک رو خاموش میکنیم. بعدش شیپ رو رسم میکنیم. بعد از رسم شیپمون رو به پری کامپوز تغییر میدیم. به کامپوزیشن از شیپمون میسازیم. افکت شاتر رو سرچ میکنیم و روی لایه‌مون اعمال میکنیم. قسمت ویو رو روی رندر قرار میدیم و بخش شیپ رو باز میکنیم. تو قسمت پترن گلاس رو انتخاب میکنیم که به صورت شیشه‌ای بشکنه و عدد رپتیشن رو روی 200 قرار میدیم و یه همچین موشنی برای ما ساخته میشه. دوباره یه سالید سفید رنگ میسازیم، هم رنگ دایرمون، و بالای لایه شیپمون قرار میدیم و با این دکمه مخفیش میکنیم. بعد دوباره سالید سفیدمون رو انتخاب میکنیم و از قسمت ماسک روی اون قسمت از دایره‌ای که قراره بشکنه ماسک رسم میکنیم. یعنی ما میگیم ما میخوایم این قسمت از دایرمون بشکنه، البته یکم کوچولوتر میخوایم این قسمت از دایرمون بشکنه. بعد از اینکه ماسکمون رو کشیدیم دوباره روی لایه دایره کلیک میکنیم. بخش گرادینت رو باز میکنیم. این عدد روی 1 قرار میگیره. گرادینت لایرمون روی وایت سالید و سورسمون روی افکت و ماسک و اینجوری میشه. یعنی دایره از وسط میشکنه. فورس 1 و فورس 2 رو باز میکنیم. روی علامتی که روبروی پوزیشن قرار داره کلیک میکنیم. فورس 1 رو میاریم این گوشه، فورس 2 رو هم میاریم این گوشه و علامت اورگین رو هم فعال میکنیم و دقیقا قرار میدیم وسط دایره‌مون. یک کوچولو این ورتر. خب برای اینکه حرکتمون واقعی تر به نظر بیاد، دایره‌مون بعد شکستن باید مثل همین ویدیویی که میبینین از هم باز بشه و کمی چرخش داشته باشه. میایم از لایه دایره‌مون 2 تا دوپلیکیت دیگه میگیریم. بالاترین لایه رو انتخاب میکنیم و بخش رندر رو روی پروسس و لایه پایینی رو انتخاب میکنیم. بخش رندر رو روی لیر و دایره اصلیمون که میشه اولین دایره ما رو هم روی لیر قرار میدیم. بعد بالاترین لایه که گذاشتیم روی پریسس رو مخفی میکنیم. حالا لایه بالا رو انتخاب میکنیم و از بخش شکسته شده یک ماسک رسم میکنیم که میشه بخش بالای دایره‌مون. لایه پایین تر انتخاب میشه و بخش پایین دایره ماسک میشه. بعد هر دو لایه انتخاب میشه و به پوزیشن و روتیشنشون کی فریم داده میشه. میاریم اول
و بعد اینکه میشکنه تقریبا این قسمت روتیشن میدیم 15 درجه این تقریبا 6 درجه این پوزیشنشون رو هم یکم جابجا میکنیم که تقریبا بعد از شکستن به این حالت از هم باز بشن. خب بعد اینکه این کار رو انجام دادیم لایه بالاییمون که مخفیش کرده بودیم رو پایین وایت سالید روشن میکنیم و این میشه تقریبا شبیه ساز شکسته شدن دایره ما. میایم که این فریم ها رو انتخاب میکنیم، روشون راست کلیک میکنیم و این پایینیه رو میزنیم و ایزی ایز رو اعمال میکنیم. بعد میریم بخش گراف و به این حالت سرعتشون رو تنظیم میکنیم و به این حالت میشکنن. میتونیم البته اینا رو یکم عقب‌تر هم بکشیم که این پروسه باز شدن از هم کمی طول بکشیم. خب و بعد از اینکه این کارها رو انجام دادیم میایم موشن بلر همه لایه هامون رو روشن میکنیم که کارمون واقعی تر به نظر میاد. بعد از اینکه اولین دایره رو ساختیم و کارمون تموم شد همه لایه ها رو انتخاب میکنیم، پری کامپوز میکنیم، نویسیم سرکل و افکت دیپ گلو رو اضافه میکنیم. مقدارش رو هم روی تقریبا 15 قرار میدیم. خب حالا باید مثل همین دایره‌ای که ساختیم مراحل رو طی بکنیم و دوباره 3 تا دایره دیگه هم بسازیم. خب بعد از اینکه 3 تا دایره‌مون رو ساختیم میایم به این حالت اولین دایره گوشه سمت راست، دومین دایره وسط تصویر و سومین دایره گوشه سمت بالا قرار میدیم. این البته سلیقه‌ای هستش، میتونیم هر کجا که دلتون میخواد قرار بدیم. خب همونطور که توی ویدیو میبینین یک خطی از گوشه تصویر شروع میشه و دونه بدونه دایره های ما رو میشکنه. ببینید دوستان این دایره ها باید به ترتیب شکسته بشن، ولی اگر من بزنم جلو ویدیو رو میبینین که هر ست هاشون با هم میشکنن و اگر هم اینجوری بکنیم دستی اول ویدیو میبینیم که فقط یکیش وجود داره. چیکار بکنیم که اول ویدیو هر ستاشون باشن ولی مرحله به مرحله بشکنن؟ میایم فریم اول این دوتا لایه‌مون رو انتخاب میکنیم، کات میزنیم و اون لایه‌مون رو فریز میکنیم. حالا میتونیم اندازش رو بکشیم بیاریم اول. لایه بالایی هم همینطور. الان اگه نگاه بکنید به ترتیب میشکن. البته این لایه رو هم یکم میکشیم عقب‌تر، این لایه رو هم یکم میکشیم عقب‌تر. خب خوبه. بعد میایم دوباره این دوتا قسمت رو که از هم کات زدیم رو دوباره پری کامپوز میکنیم که بخش لایه هامون خلوت‌تر بشه. خب الان نوبت کشیدن خطی هستش که قراره از این قسمت دونه بدونه دایره هامون رو بشکنه و تا انتهای تصویرمون بره. برای کشیدن این خط نیاز به ابزار پن داریم. این بالا ابزار پن رو انتخاب میکنیم و مسیری که قراره اون خطمون طی بکنه رو طبق سلیقه خودمون میکشیم.
بعد از اینکه مسیرمون رو طی کردیم با ابزار پن میایم جوری تنظیم میکنیم که خطمون دقیقاً از وسط دایره ها عبور کنه. همونطور که میبینید خط ما اینجا از وسط دایره عبور کرده ولی تو بخش دوم نه. باید کاری بکنیم که دقیقاً مسیر حرکت ما از بخش شکسته شده دایره‌مون باشه. اونا رو هم که درست کردیم نوبت این میرسه که توی قسمت شیپمون کلیک بکنیم. الان میخوایم کاری بکنیم که خط ما شروع به حرکت کنه، از اینجا شروع بشه و حرکتش رو ادامه بده تا به انتها. روی بخش شیپمون کلیک میکنیم، از این قسمت اد رو میزنیم و تریم پث رو انتخاب میکنیم. تریم پث رو باز میکنیم، بخش اند رو اول کی فریم میذاریم روی 0 و جایی که هر سه تا دایره‌مون میشکنه اینجا روی 100 قرار میدیم. در واقع خط ما به این صورت حرکت میکنه. الان نوبت اینه که تنظیم بکنیم با کی فریم ها که دقیقاً خط ما زمانی به اون دایره برسه که اون دایره میشکنه. اینجا جاییه که دایره‌مون شروع میکنه به شکستن. پس من کی فریم رو میکشم عقب‌تر، البته یکم بزرگترش میکنم که بتونم بهتر ببینمش. اینجا دقیقاً باید برسه به این خط بشکنه. میریم سراغ دومی. دوباره روی 2 قرارش میدم. بعد از اینکه مسیرمون رو طی کردیم میایم روی خطمون هم یه دونه دیپ گلو میندازیم که خیلی زیباتر دیده بشه. تو تمرین ما تو فایل ما خطمون سفید رنگ بود، اینجا فعلا قرمز رنگ کشیدیم که بتونیم راحت تر تشخیص بدیم. خب. بعد از اینکه مسیر حرکت خطمون رو تعیین کردیم یه کاری انجام میدیم. همه کی فریم ها رو انتخاب میکنیم و دوباره مثل دفعه قبل راست کلیک از قسمت پایین ایز رو میزنیم و از قسمت نمودار هم میایم تمامشون رو انتخاب میکنیم و میکشیم سمت جلو. این یعنی چی؟ ما میگیم که سرعتش اینجوری یهو زیاد بشه آروم بشه، یهو زیاد بشه آروم بشه. یعنی ما سرعتش رو به گونه‌ای تنظیم میکنیم که حرکتش سریعتر باشه ولی وقتی به دایره میرسه دیگه آرومتر حرکت بکنه، انگار واقعا به دایره برخورد میکنه و الان حرکتش خیلی طبیعی تر خواهد بود. خب تو این ویدیو میبینیم که این بخش از تصویر و این بخش از تصویر یه حالت خطچین دارن. میایم از قسمت تکست انتخاب میکنیم و خطچین رو روی کیبوردمون آندرلاین داریم، خط داریم، از همونا 10-20 تا تایپ میکنیم بسته به اندازه‌ای که تکستتون داره. بعد همون تکست انتخاب میشه بزرگتر. البته میتونید از این قسمت فاصله بین خطوط رو بیشتر بکنید ولی اندازه‌شون رو کمتر که ریزتر دیده بشن. منم دقیقاً همون کار رو انجام میدم. این قسمت رو پایین‌تر قرار میدیم و دوباره از این لایه دوپلیکیت گرفته میشه برای این بخش و میایم تکست رو انتخاب میکنیم و اینو کمی کوچیک‌تر میکنیم که دقیقاً اینجا جا بشه. بازم کوچیک‌تر شد. خب این میاد یکم این ورتر، خطمون هم میاد این ورتر. دوباره روی این دوتا هم این و هم این افکت دیپ گلو اعمال میشه ولی با درجه خیلی کمتر. 10 خوبه. خب این قسمت میشه تایم، این قسمت میشه سکسس. در ویدیومون این بالا این پایین رو انتخاب میکنیم با ابزار تکست و تایم رو مینویسیم، اندازش رو کوچیک‌تر میکنیم
دوباره میایم این بالا، ابزار تکست و سکسس و همه حروف رو هم از این قسمت بزرگ میکنیم و دوباره کمی سایزش کوچیک‌تر میشه و قرار میگیره اینجا. روی این دوتا لایه‌مون رو هم دیپ گلو رو اضافه میکنیم. خب برای اینکه ما بتونیم پریویو خوبتری و بهتری داشته باشیم، حالا این متن‌ها رو خاموش میکنیم که زیاد فشار نیاد روی سیستم. برای این دوتا قسمت اگر ببینید اول ویدیو این خط‌ها خودشون رسم میشن و متن‌ها خودشون میاد به صورت تایپی. روی هر دوتا، یعنی روی هر 4 تا کلیک میکنیم، انتخاب میکنیم بخش ویندوز اکستنشن اتمیکس، همون پلاگینی که تو ویدیو قبل معرفی کردم خدمتتون، اون رو باز میکنیم و از قسمت کرکتر انیمیشن روی اولین بخش کلیک میکنیم که روی هر 4 تاشون اعمال میشه و به این حالت خودشون رسم میشن. این در واقع میشه تقریبا پریویو ما که ببینید خط ما از گوشه حرکت نمیکنه. الان ما میایم تنظیم میکنیم که خطمون دقیقاً از گوشه تصویر شروع به حرکت بکنه، میایم میذاریم این بخش. و یه کاری که میتونیم انجام بدیم برای اینکه حرکت خط ما و خود خط ما خیلی زیباتر باشه اینه که خطمون رو انتخاب میکنیم، شیپ خطیمون رو انتخاب میکنیم، قسمت شیپ رو باز میکنیم، استروک رو باز میکنیم، تیپ رو باز میکنیم و استارتش رو، این بخش استارت رو روی عدد تقریبا 17 و این رو هم روی 17-18 قرار میدیم. این چی کار میکنه؟ میاد، اگر من از حالت سلکت در بیارم، این میاد نوک خط ما رو، اگر ببینید نوک خط ما تیز هستش. خب ببینیم اون کار میاد دقیقا این کار انجام میده که نوک خط ما رو تیز میکنه، محو میکنه. یه خط ساده نیست، یه خطی که نوکش تقریبا تیز شده، محو شده و خیلی زیباتر میکنه کار ما. خب بعد اینکه تمام این مراحل رو طی کردیم، موشن بلر همه رو حتما روشن میکنیم به این حالت که خیلی واقع گرایانه تر باشه و بعد همه لایه رو تبدیل به یه دونه پری کامپوز میکنیم. خب به این حالت رسم میشه و خوب و خط میاد و میشکنه. خب اگر دقت بکنین دایره ها به صورت عادی شکسته نمیشن، یک خمی درشون به وجود میاد که خیلی کار رو طبیعی تر میکنه. اون خم رو چجوری به وجود میاریم؟ بعد از اینکه پری کامپوز کردیم دایرمون رو، این پری کامپوز رو باز میکنیم روی هر کدوم از دایره هامون، دایره 1، دایره 2، دایره 3. دایره 1 رو باز میکنیم و از بخش افکت مش وارپ رو سرچ میکنیم و روی دایرمون اعمال میکنیم. یه همچین نمودایی رو شما میبینید. میام یکم میکشیم عقب‌تر قبل از شکستن دایره. وقتی که خط به دایرمون میرسه توی قسمت دیزورت مش کلیک میکنیم تا کی فریم ساخته بشه برامون از این بخش. هر چقدر خط به دایرمون نزدیکتر میشه، قبل از اینکه دایرمون بشکنه، یه فریم رو یکم میکشم عقب‌تر، یکم زوم میکنم. خطمون که به دایرمون میرسه از این پایین روی این قسمت کلیک میشه و یک کوچولو میاریم بالاتر، دایرمون خم میشه. یکم جلوتر یک کوچولو هم میبریم، یک کوچولو هم کجش میکنم. البته اگر بشه این قسمت رو میگیریم و کج میکنیم. دایرمون به این حالت کج میشه. دوباره
و این کج بودن تا وقتی کامل میشکن ادامه پیدا میکنه. بعد از اینکه 1 2 3 فریم رد شد دوباره این رو برمیگردونیم به حالت اولش و تقریبا یه همچین انیمیشنی رو اگر من روش بکنم اول خم میشه و بعد دوباره برمیگرد. این که فریم ها نرم میشن اگر انتخاب میکنیم همشون رو و ایزی رو میزنیم که فریم ها نرم میشن. خطمون رو هم الان مثلا من اینجا دارم میبینم که خطمون به شیپ نرسیده. دوباره میام از قسمت این قسمت اند اینجا باید دیگه به شیپ برسه. وقتی شیپ خم میشه خط باید به شیپ بچسبه. چهارده خب لایه شیپمون رو هم حد در امکان زیر دایره ها قرار میدیم به این صورت که خط ما از پشت دایره ها عبور کنه نه از روی دایره ها. الان که خط به دایره میرسه یکم خم دوباره خم و دوباره برمیگرده به حالت اولش. خب توی این ویدیو میبینیم که علاوه بر اینکه خم میشن هر کدوم از دایره های ما وقتی میشکنن یه حالت لرزش طوری هم دارن که اون هم کارو واقعی تر میکنه. دوباره روی لایه دایره اول کلیک میکنیم و اسکیلش رو که فریم میدیم. وقتی میخواد بشکنه در این حالت که فریم رو کم و زیاد میکنیم 102 و این میشه حالت لرزش دایره وقتی که میشکن. تمام این کارهایی که برای این دایره انجام دادیم رو برای دایره های بالا هم انجام میدیم. خب بعد از اینکه روی همه دایره هامون این تغییرات رو اعمال کردیم از قسمت افکت ها برمیگردیم حالت پریکامپمون که پریکامپ ساخته بودیم. از قسمت افکت ها هالف تون رو انتخاب میکنیم و روی لایه‌مون اعمال میکنیم. هالف تون میاد یک حالت زیبای سیاه‌سفید ایجاد میکنه که شما میتونید با بازی کردن این اعداد افکتتون رو دقیقاً دلخواه خودتون درست بکنیم. خب برای اینکه بتونیم راحت تر ببینیم من اومدم از کل کامپم یک خروجی گرفتم به صورت ویدیو که بتونیم راحت این پریویو رو ببینیم. یک کامرا میسازیم و یک نول آبجکت. لایه ها رو در حالت 3D قرار میدیم و کامرامون رو پرت میکنیم به نول آبجکت و همزمان با حرکت خطمون پوزیشن و اسکیلش رو کی فریم میدیم. و در آخر کامرا رو برمیگردونیم به همون حالت اولش. خب همه کی فریم ها رو انتخاب میکنیم ایزی میکنیم. از قسمت گراف اسپیدشون رو مثل گراف های قبلی میکشیم جلو و یه همچین انیمیشنی در واقع خواهیم داشت. این قسمت یک ایرادی که داریم اینه که پوزیشنمون عقب میایم و پوزیشن رو میکشیم جلوتر. اینجا خوبه. موشن بلر همشون رو هم
دوباره فعال میکنیم و این میشه انیمیشن نهایی ما و این میشه انیمیشنی که ما ازش خروجی گرفتیم. الان شما میتونید همین انیمیشن رو ببرین داخل پریمیر یا همون افتر افکت. الان شما میتونید همین انیمیشن رو ببرین داخل پریمیر یا همین افتر افکت، ساند دیزاینش کنین، ساند افکت بدین، موزیک بدین بهش و بتونین انیمیشنتون رو خیلی جذاب‌تر از اینی که هست بکنین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه